در طبقات ابن سعد اینچنین در مناقب عمر از تعریف امام ابن جوزی آمده که اسلم مولای حضرت عمر رضی الله عنهما گفتند لو لم يرفع الله البلاء او القحط عام الرمادة لظننا ان عمر يموت هما بامر المسلمین. اگر سال الرماد، سال قحطی که در مدینه آمد در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه، اگر خداوند این بلا را، این سختی را از بالای امت برطرف نمی کرد، ما چنین گمان داشتیم که حضرت عمر یعنی خلیفه از غم می میرد. این از خصلت خلفای راشدین، این از خصلت سلف صالح، بزرگان پیشینیان دین، غمخواری نسبت مسلمانان. دوستی عزیز، نشود که به مصیبت دیگر مسلمانان که همه روزه می بینیم نفس ما عادت کند. طفلان گرسنه را ببینیم برای ما بی تفاوت باشد، قتل و کشتار آنها را ببینیم جگرمان خون نشود، خیمه های در زیر سیل آب مانده آنان را ببینیم اما اشکمان جاری نشود. نشود که دلمان سنگ شود، بلکه می باید به غم مسلمانان شریک باشیم، در اندوه آنها همراه شویم، از مصیبت آنها می باید درد کشیم، زیرا مسلمانان مثل یک جسدند. امکان ندارد یک قسمت بدن انسان درد کشد، قسم دیگرش شادی کند.